هنگامی که پیامبر صلی الله علیه و وفات کردند، صحابگان رضی الله عنهم حیران شدند که ایشون رو در بقیع گذارانند یا در جای دیگر. ابوبکر رضی الله عنه گفتند که من پیامبر صلی الله علیه و رو شنیدم که میفرمودند پیامبران در جای دفن میشوند که آنجا قبض روح شدند. سپس سریر پیامبر رو دور کردند و در جای آن قبر گفت. روی مبارکشان سوی قبله است. سری مبارکشان سوی روضه است. پای مبارکشان جهتی بقیع است. قبر مثل قبرهای بقیع ریگی هست، بلندیش مثل کوهان شتر است. سپس ابوبکر رضی الله عنه فوت دیدند و سری ابوبکر برابر کتف پیامبر صلی الله علیه و گذاشته شد. و عمر رضی الله عنه را در برابر کتف ابوبکر گذاشته کردند که در این صورت ببینید که قریب که قبر به دیوار چسبیده است. حجره تا سال 88 هجری به همین شکل ماند. سپس سال 88 همه مادران مؤمنان وفات کردند و در نتیجه در نمازهای جمعه چنان ازدحام بزرگ میشد که مردم در داخل حجره های مادران مؤمنان نماز میگذاریدند. و ولید ابن عبدالملک از والی مدینه عمر ابن عبدالعزیز خواهش کرد و مسجد را توسعه نماید، یعنی وسیع کند. عمر ابن عبدالعزیز همه اون حجره ها را ویران کردند جز حجره مادرمان عایشه که در داخل این قبر پیامبر صلی الله علیه و دو یاری با وفاشون است. در نتیجه دیوار شرقی حجره رخنه پیدا کرد. سپس عمر ابن عبدالعزیز دیوار را از نو با سنگ‌های دانه‌ریز بنا نمود که حجره را از هر طرف احاطه نمود و در نداشت. سپس برای حمایت حجره این دیوار 5 کنجه را ساخت که بلندیش 6.5 متر است. خشت‌هایش مثل خشت خانه کعبه 4 کنجه بوده، از سنگ‌های ولکانی ساخته شده است. بدو علت اون رو 5 کنجه نمودند. یکم تو شکل کعبه را نگیرد، دوم تا مردم اون رو قبله نگیرند. هر دو دیوار به چوب ساق سقف زده شد. از سال 90 هجری تا سال 881 هجری کسی وارد حجره نشده است. سپس جهت شمال و شرقی دیوار رخنه پیدا کرد و شکافی شد و دیدند که در دیوار شرقی مائل شده به دیوار بیرونی تکیه زده است. والی مدینه و والی آن زمان مدینه و علما در روضه شریف جمع شدند و قرار کردند که این دو دیوار را از نو برقرار نمایند. هر دو دیوار گشاده شد و حجره از درون نمایان شد. عالم مدینه نوریدین ابن علی سمهودی صاحب کتاب وفاء الوفا نیز بود. او حجره را چنین وصف نمود: حجره نه در دارد نه تیریزه، زمینش ریگ و سنگریزه است، در آن گرد و چنگ نبود. قبرها باشد به مرور 100 زمانها، یعنی که به مرور 100 سالها قریب نوعیان شده و به زمین یکسان گردیده. زمین حجره از مسجد به مقدار 1 گز پایینتر، یعنی چقورتر است، تقریبا 60 سانتی متر. مساحتش باشد 7 گز در 10 گز هست. دیوارها رو ساختند و سقف ساگی آن رو گرفته به جایش گنبد ساختند، غیر از گنبد سبز. بلندی این گنبد 9 متر است که آن در زیر گنبد سبز قرار دارد و خشت آن نصفش سفید است و نصفش سیاه و روی آن گچ پوش شده است و از طرف قبله تریزه دارد. بعد اون تا امروز کسی وارد حجره نشده است.